سلام عزیزای دل، امیدوارم جور صحتمند باشین، خوشحال باشین هر جایی که هستین. ما در کویت پاکستان هستیم و کوچکشی دیوانه ما کردیم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور باشین، دیگه حال شما خوب باشه. طور که میبینید ما بسیار مصروف هستیم در حال جمع کردن کوچ. دیگه این بار نوبتی خانه پدر مینایه که اینا کوچ بکشن. اینا هم تصمیم دارن اسلام آباد برن، دیگه ما هم کمک میدیم. سعینی دیگه که موجود بغل که بشینیم باید کمک کنیم که تا زودتر جمع شود و کار زود ختم شود. از یا چرافته که اید اسلام با کدوم اقا چی رای کنه. آره روز باید پر از اون روز پرشه. همین که دنیا گرده یعنی این راست است. اون روز اینا از من جمع کنه، امروز ما باید جمع کنیم. ببین نه نفر زوف کرده. این مثلا مجرد جوانه نه؟ جوان است دی بگم محترمه خاطی بیارید این المنصرف شده مرتضی؟ ما آمده بالاخره کش در بار کردیم. آره نه؟ آره خدا پایش مور همجی رسند کج از مو باشد. این قدم های از من نخودم یا نه؟ ولی تا فعلا که معلوم نیست. یک بریم اونجا که گشنه ممنیم، لوچ ممنیم، خب آره سیر میشیم، پیسه دار میشیم، بگو طرف دیگه موریم. بقیل از اون مجید کچولی آره. بچه ایرانی بود نه؟ آره نگران نباش، خدا که دندون داده نونش هم میده. توکل به خدا کنیم. با نگران فال نباش. میگیریم. بله بله. سعی کو چی وسایل از اون طرف بوجی بور نشنه. کاکای من چطور تنامنده با وسایل را جمع منیده. تای خانه را سعی کو. چی شور و شاینی بود. حالا بوری یک جای دیگه جور کن. جای خود. خب جمع شد خانم. آره درو جمع کنیم. خب ما بریم موتر اگر بزنیم خب. خواسته. که چند مو برای اینا باربری. آره زود مشخص شده بخی جان آدم گرین در آره. خب تام باز جمع کن دیگه آماده باشین خب. خب دوستم هم طرف جبل نور بریم موتر رو ببینید باربری. کوچ مرتضی رو چند خواد برد. یخچال هم هست نه؟ تندور هم در باربری میگوری یا؟ ایره باربری اگر ارزان بود باربری اگر نه بود اینجا مفروشیم. مفروشی خب. اینی قلیلا فروشی است خب. دیگه اینی الماری فروشی است. ایره خب بوی خام این جای بستریشی اینش بس خالی میاد صحیح. نه فایش پاجار بریم موتر گپ دیم خب؟ بریم آه بای بای زود میاده زود میاییم. نمده نازنم برد عجب جایی ویدیو میگیری. مطرح لما دارتم ویدیو میگیریم کس نمگه نه اونجا کاره رستیه شب‌های کوچکشی و تکیه دادن به بستره.
در بارهای بسته آماده مسافرت، آماده رفتن. خیلی لحظات دلگیر کننده واقعا. این شب از او شباست. شب از او شباست که گفته مردم و دل یادم کسته نه؟ آره. رقم بیقرار دیگه، گرچه در روی زمین شیشته هستی دراز میکشی ولی احساس میکنی که یک مقدار به زمین فاصله داری. آره. دیگه دل یادم میگه که بالچ بور کجا شد ساعت چرا نموره نه؟ منتظر موتروان هستی، موتروان به چیز بوگن نه چی رقم بریم در راه، چی رقم شد، خصوصا که در ملک مهاجرت باشی، اسناد نداشته باشی دیگه تشویش هایش نالی تار موی سرانم که سفید کنه. واقعا همونطور. دیگه بازم هم مهاجر هستی، هم اسناد نداری، هم همراه تو خانواده هسته، مجرد باشی در بور موری یک جای 5 ماه 6 ماه گفته ایرانی ها آب خونک مخوری بالاخره از اون جیله میشه موری یک جای دیگه آب خونک خورده نه؟ ولی اگر همراه زن بچه باشی بسیار سخت است. اگر در راه مثلا خدا من دوز برابر کنه برادر یک آدم های بدخور زورگیری چیزی هم بله. اگر ممکن است که سربازا و چک پستا و دیگه آدم اذیت کنه. بالاخره مملکت خود آدم میر اگر همونقدر امیدوار هستم که در آینده نزدیک خدا بر از ما یک رحم بکنه ما را از این روز نجات بده. آمین. همه به امید امون روز نفس میکشه واقعا. دقیقا. اگر حالا میبینید در این روزهای سخت بازم این دوستا رو فراموش نکنیم، برشان ویدیو میگیریم. یعنی کمپیوترم در او کار کرده اینجا به خاطر این دوستای عزیز. فقط کافی است که از دل در این دیار غربت در این روزهای سخت زندگی از ما را به قسم حمایت بکنن دیگه. حمایتی که برای شما هیچ هزینه نخواهد داشته باشد دیگه، ولی برای از ما خیلی چیز هست واقعا که و هم دقیقا دیدن این ویدیو ها هست، شیر کردن این ویدیو ها هست. از دل هر چقدر که این ویدیو ها ویو بخوره، هر چقدر زیادتر دیده شود با مو اندازه خاک سر روی مرتضی، خاک سر روی روح الله کمتر میشه. دقیقا. بله دوستای عزیز، واقعا روزهای بسیار سخت را ما مرتضی جان سپری کردیم و بازم در مو وضعیت قرار داریم، چاره جز تحمل نداریم، ولی امید ما با شما است. میدانیم که شما هم سختی های مشابه از مو را تجربه کردیم. پس بنابراین با مو حساب روزهای سختی که خودتان تجربه کردیم، همه حمایت بدون هزینه شما برای از ما خیلی زیاد. دوستای عزیز، حمایت شما را خواهان هستیم، وضعیت ما را دیدیم، خود را و شما را به خدا یکتا می‌سپاریم.